هر بد بیاری، هر شکست و هر دل شکستگی با خود به همان اندازه یا بیشتر امتیازی مثبت دارد. فصل 5، دانش تخصصی. گام 4، به سوی ثروت. ما با دو نوع دانش عمومی و تخصصی روبرو هستیم. دانش عمومی ناوابسته از اندازه و گوناگونی آن نقش چندان در حاصل کردن ثروت بازی نمی کند. دانشکده ها و دانشگاه های بزرگ در مجموع همه دانش های بشری را در خود دارند. با وجود این بسیاری استادان دانشگاه ها از بضاعت مالی خوب برخوردار نیستند. دانش به خودی خود سببگار ثروتمندی نمی شود مگر آنکه به کمک برنامه‌های عملی مشخص این دانش سازمان بگیرد و به سمت هدف قطعی کسب درآمد هدایت شود. به توجهی به این حقیقت سبب سرگرمی میلیون ها نفر انسان بوده است که گمان میکنند دانش قدرت است. هرگز چنین نیست. دانش در نهایت قدرتی بالقوه است. قدرت بالقوه یعنی آن قوه‌ای که قوه به عمل آمدنش وجود دارد میتواند پیدا شود و تنها زمان به قدرت بالفعل تبدیل می شود که آن را به شکل برنامه قطعی به سوی هدفی معین روان کنیم. قدرت بالفعل یعنی آن قدرتی که از قوه به عمل تبدیل یافته است. در واقع این همان حلقه گم شده است که در تمام نظام‌های آموزشی آن را می‌یابیم و می‌بینیم که مؤسسه‌های آموزشی در آموزش‌های خود در این باره که چگونه سازمان بگیرند و از دانش خود استفاده کنند ناکام می‌مانند. بسیاری‌ها به اشتباه گمان می‌کنند که چون گندی فورد چندان آموزش رسمی ندیده بود به آموزش اعتقاد نداشت. کسانی که این اشتباه را میکنند معنای آموزش را نفهمیدند. کلمه آموزش در زبان انگلیسی یک کلمه لاتینی اقتباس شده که مفهوم برتری از درون را میفهماند. انسان تحصیل کرده اصلا کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیادی دارد. انسان تحلیل کرده کسی است که ذهنش را وسعت بخشیده با کمک آن میتواند به خواسته خود برسد. میتواند به آن که حقوق دیگران را زیر پا بگذارد به آنچه میخواهد دست یابد. جاهلی که موفق شد. در سالهای جنگ جهانی اول روزنامه چیکاگو ضمن چاپ مقاله‌های جناب گندی فورد را انسان جاهل معرفی کرد. جناب فورد اعتراض کرد و سرانجام روزنامه چیکاگو را به خاطر این تهمت به دادگاه کشید. در دادگاه وکیل مدافع روزنامه چیکاگو جناب فورد را به جایگاه شاهدان فراخواند تا بی‌سوال بودن او را ثابت کند. وکیل مدافع از جناب فورد سوالهای سرشماری کرد. هدف او در تمام موردها این بود که ثابت کند که با آنکه جناب فورد در زمینه تولید اتومبیل اطلاعاتی تخصصی فراوان دارد، مرد بی‌سواد و جاهل است. از جمله از جناب فورد پرسید بندیکت آرنولد کی بود؟ انگلیس‌ها برای سرکوب شورش سال 1876 چند سرباز به آمریکا فرستادند. در پاسخ به این آخرین سوال جواب داد از تعداد دقیق آنها خبر ندارم، اما شنیدم که شماره‌شان به مراتب بیش از کسانی بود که جان سالم به در بردند و به انگلستان برگشتند. و سرانجام جناب فورد که از این طرز سوال کردن آنها خسته شده بود در پاسخ به یک سوال مسخره آمیز در حالی که انگشتش را به جانب وکیلی که این سوال را از او کرده بود اشاره میکرد گفت اگر بخواهم به این سوال احمقانه و دیگر سوالهایی که از من میپرسید جواب دهم باید به شما بگویم که من روی میز کارم تگمه های برقی سرشماری دارم و می توانم با فشار دادن آنها هر سوالی را که در ارتباط با شغلم به آن نیاز دارم خبر رسانم. من کارمندانی دارم
که می توانند به همین سوالهای من پاسخ بگویند. ممکن است به من بگوید چرا باید منتظر اطلاعات کلی و عمومی شوم، حالان که کسانی را دارم که می توانند مرا در پاسخ دادن به سوالها درباره کارم یاری دهند. البته پاسخ فورد منطقی بود. این پاسخ وکیل را بی‌سلاح کرد. همه حاضرین در دادگاه فهمیدند که این جواب پاسخ یک انسان نادان نیست، بلکه پاسخ کسی است که علم و آگاهی فراوان دارد و آگاهانه تحصیل کرده است. با سواد کسی است که می داند جوابهایش را از کجا بگوید. با سواد کسی است که می داند چگونه علم و آگاهی خود را و برنامه‌های مشخصی عملی تبدیل نماید. گندی فورد به همه اطلاعات تخصصی مورد نیازش دسترسی داشت. این گونه بود که او به یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا مبدل شد. لازم نبود که خود جناب فورد همه اطلاعات را داشته باشد. می توانید همه اطلاعات تخصصی لازمی خود را فراهم آورید. قبل از حاصل کردن باوری به این که می توانید میل و اشتیاق را به معادل پولی آن تبدیل کنید، باید درباره کارتان اطلاعات تخصصی کافی داشته باشید. ممکن است به دانش تخصصی بیشتری که خود می توانید داشته باشید احتیاج داشته باشید. در این صورت باید کمبودی اطلاعاتی خود را با گروه صاحب‌نظران و اندیشمندان جبران کنید. جمع ثروت قدرت را می طلبد و قدرت از دانش تخصصی سازمان یافته حاصل می شود. اما این دانش نباید در محدوده ذهن کسی که می خواهد به این هدف برسد ثابت شده باشد. کسانی که مایل به دریافت درآمد و ثروت هستند اما خود از دانش تخصصی لازم ببرند نباید ناامید شوند. بدانیم که گاه شخصان از بیم تحقیر شدن رنج میبرند، زیرا خود را تحصیل کرده و آموزش دیده میپندارند. کسی که بتواند گروه متخصصان مورد نیاز را دور هم گرد آورد و آنها را سازمان دهد، خود انسانی آموزش دیده و تحصیل کرده است. فراموش نکنیم که توماس ادیسون تنها 3 ماه به مکتب رفت. او بیسواد نبود، اما در فقر نمرد. گندی فورد بیش از 6 سال به مکتب نرفت، اما به مرد ثروتمند تبدیل گردید. دانش‌های تخصصی از جمله فراوانترین و ارزانترین خدمت‌ها هستند که می‌توانید به آن دست یابید. اگر به این گفته شک دارید، اندازه معاش استادان دانشگاه‌ها را بررسی کنید. راه خرید دانش را بیاموزید. قبل از هر چیز تصمیم بگیرید به چه دانش نیاز دارید و چرا آن را می خواهید. تا حدود زیاد هدف شما در زندگی که در راستای آن حرکت می کنید نوع دانش مورد نیاز شما را مشخص می سازد. پس از آن که این را مشخص کردید، باید اطلاعات دقیق درباره منبع‌های دانش به دست آورید. از جمله مهمترین اینها عبارتند از تجربه و آموزش شخصی، تجربه و آموزش موجود در دیگران، کالج‌ها و دانشگاه‌ها، کتابخانه‌ها. در مورد اخیر بدانید کل دانش که تاکنون در جهان ایجاد شده در کتاب‌ها درج شده‌اند. و نهایت دوره‌های آموزش تخصصی. باید دانش را سازمان دهید و آن را استفاده کنید. باید از دانش برای رسیدن به هدفی مشخص استفاده کرد و از برنامه‌های عملی کمک گرفت. دانش اگر به سوی هدفی ارزشمند هدایت نشود، بی ارزش است. اگر می‌خواهید در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها درس بخوانید، قبلا مشخص سازید که این دانش را برای چی می‌خواهید، برای چی منتظر این دانش هستید. آنگاه ببینید که این دانش را از کجا می‌توانید به دست آورید. باید منبع‌های قابل اعتماد پیدا کنید. انسان‌های موفق
هرگز در تحصیل دانش تخصصی وابسته به هدف خاصشان توقف نمی کنند. شخصانی که موفق نیستند اکثراً به اشتباه گمان می کنند که کسب دانش و اطلاعات به پایان یافتن دوره‌های رسمی آموزشی مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به پایان می رسد. حقیقت این است که رفتن به مکتب و درس خواندن برای گرفتن اطلاعات عملی کار دشوار نیست. بدانیم که قانون روزگار ما داشتن تخصص است و این نکته است که آن را رابرت مور، مدیر سابق دانشگاه کلمبیا، به آن اشاره می کند. نیاز به متخصصان. بسیاری از شرکت‌ها در جستجوی کسانی هستند که در ساحه متخصص باشند. خدمتکرده‌های دانشکده‌های اداره‌کنی بازرگانی، دارندگان اطلاعات تخصصی در حسابداری و آمار، مهندسان، روزنامه‌نگاران، خیمیه‌دانها و نیز مدیران برجسته و شخصان کشای طبقات بالا. کسی که در محیط دانشگاه فعال است، شخصیتی باشد که تواند با شخصان مختلف کنار آید و کارهای مختلفی را انجام دهد. در مقایسه با دانشجوی درسخوانی که در درس خواندن موفق بوده است، هواداران بیشتری دارد. بسیاری از شخصان با این خصوصیت‌ها به مرتبه‌ها و به کارهای سطحی بالا رسیدند. صاحب یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا نامه‌ای به جناب مور درباره کسانی مورد نیازش نوشت. چنین می‌گوید: ما به کسانی علاقه‌مندیم که بتوانند در کار مدیریت پیشرفت‌های استثنایی داشته باشند. به همین دلیل به صفت‌های مانند منش، شخصیت، ذکاوت و فراست بیش از درس‌های خوانده بها می‌دهیم. پیشنهاد کارآموزی. جناب مور با توجه به شرایط پیشنهاد کرد که دانشجویان در اداره‌ها، فروشگاه‌ها و استحصالات در مدت تعطیل تابستانه خود کارآموزی کنند. جناب مور باور داشت هر یکی از دانشجویان کالج باید پس از 2 یا 3 سال تحصیل کسب قطعی آینده خود را انتخاب کنند و اگر تاکنون به هدف و سرگردان رشته‌های غیر تخصصی را طی کردند، در کار خود تجدید نظر کنند و از ادامه تحصیل در رشته‌های مناسب دست بکشند. او معتقد بود که کالج‌ها و دانشگاه‌ها باید نیازهای تخصصی کسب‌ها، شغل‌های موجوده خود را برآورده سازند و مؤسسه‌های آموزشی مسئولیت مستقیمی را درباره راهنمایی‌های کسبی به دوش گیرند. یکی از بهترین منبع‌های کسب دانش برای شخصان نیازمند به آموزش‌های تخصصی اشتراک در مکتب‌های غایبانه و فاصله‌ای و کالج‌های شبانه است که در بسیار شهرهای بزرگ وجود دارد. در آمریکا و در بسیاری از کشورهای دیگر آموزش‌های مکتبی بسیار گسترش یافته‌اند و مخصوصاً در زمینه‌هایی که امکان آموزش غایبانه و فاصله‌ای و شبانه فراهم است، فعالیت گسترده‌تری مشاهده می‌شود. یکی از برتری‌های دوره‌های آموزش در هر حالت دسترس بودن این برنامه هاست. این امکان می‌دهد که شخص در وقت‌های فراغت خود مطالعه کند. نقطه نظری جالبی که نتیجه نیکو داد. اکنون اگر می‌خواهید مثالی بزنیم. فروشنده‌ای که در یک فروشگاه خوراکواری کار می‌کرد، شغلش را از دست داد. او که در زمینه دفترداری و حسابداری اطلاعات اندکی داشت، در یک کورس حسابداری کوتاه مدت شرکت کرد تا به آخرین علم و آگاهی موجوده این کسب آشنا شود. شخصیتی مورد اشاره ما تصمیم گرفت که برای خودش کار کند. او قبل از هر کس به سراغ فروشگاه خوراکواری رفت که پیشتر آنجا کار میکرد. بعد از امضای قرارداد با او با بیش از 100 کاسب قرارداد امضا کرد. نظری او به اندازه عملی بود که اقدام به ایجاد واحدهای حساب رسی سیار کرد. وانت باری آن را به دستگاه‌های پیشرفته مجهز کرد. این شخص در حال حاضر نوگانی از کارهایش دارد که روی آن عملیات دفترداری بسیاری از واحدهای تجارتی را انجام می‌دهد. او جمعی بسیاری را به کار جلب کرده است و در عوض خدمت‌های خود پولی ناچیز دریافت می‌کند. دانش تخصصی در پهلوی قوه تخیل یگانه چیزهایی بودند که
این شخص را موفق ساختند. در سال گذشته انداز از درآمد این شخص برابری اندازه بود که صاحب فروشگاهی که او زمان برایش کار میکرد پرداخت نمود. میتوانم به نقطه نظری دیگری اشاره کنم که به درآمدی بیش از این انجامیده بود. اشاره من به فروشنده است که دست از فروشندگی کشید و به دفترداری مشغول شد. وقتی این پیشنهاد را به او کردم آهی کشید و گفت نظری جالب است، اما چگونه آن را با پول تبدیل کنم؟ به عباره دیگر او نمیدانست چگونه دانش دفترداری خود را به بازار پیشنهاد کند. حالا مسئله دیگری ایجاد شده بود که باید آن را حل می‌کردیم. دفترچه جالبی گشودیم که در آن درباره امتیاز نظام نوی دفترداری به تفصیل بحث شده بود. صحیفه های دفترچه را به دقت چاپ کردند. اطلاعات این کتاب به اندازه جالب بود که دیری نگذشته دفترداری ما بیش از حد توانایی خود مشتری جلب کرد. برنامه رسیدن به شغل ایدئالی. در سراسر کشور هزاران نفر زندگی می‌کنند که به یک متخصص تجارت که بتواند در کار بازاریابی خدمت‌های شایسته کند احتیاج دارند. ماجرایی که شرح می‌دهم به دلیل یک ضرورت ایجاد شد، اما کار تنها به پیشنهاد خدمت به یک نفر تمام نشد. زنی که به این کار همت کرد قوه تخیلی قوی داشت. او در این ساخته و پرداخته ذهنی خود کسبی نوی را می‌دید که به هزاران نفری به بازاریابی عملی برای خدمت شخصی خود احتیاج داشتند خدمت کند. این خانم بعد از موفقیت فوری در نخستین برنامه برای بازاریابی خدمت شخصی به تهیه راهی حل برای مشکلی به این مانند که پسری نو مکتب را ختم کردش با آن روبرو بود پرداخت. پسر این خانم با وجود همه تلاش‌های خود نمی توانست خریدار برای خدمت‌های خود بیابد. برنامه‌ای که این مادر برای پسرش تهیه کرد یکی از جالبترین برنامه‌هایی است که تا به حال دیدم. این دفترچه از 50 صفحه به زیبایی تمام چاپ شده عبارت بود که در آن معلومات طبقه بندی شده درباره توانایی‌ها، تحصیلات و تجربه‌های پسرش درج شده بود. معلومات گسترده دیگری نیز در همین ارتباط فراهم آمده بود. او در این کتاب شرح کامل شغل را که پسرش طلبگار آن بود نوشت. در کنار آن تصویری زیبای برنامه‌ای که او برای رسیدن به این موفقیت در نظر داشت آماده بود. تهیه این دفترچه هفته‌ها وقت گرفت. در تمام این مدت تقریباً همه روز مادر پسرش را به کتابخانه‌ها می‌فرستاد تا اطلاعات درباره فروش خدمت‌هایش تهیه کند. او همچنین پسرش را به سراغ تمام رقیبان کار فرمای احتمالی او می‌فرستاد تا از آنها معلومات حیاتی درباره روش‌های کاری که برای تهیه این برنامه از اهمیتی فراوان برخوردار بود تهیه کند. وقتی کتابچه تهیه شد، پیشنهادهای بسیار جالبی را برای استفاده و سود کارفرمایی احتمالی در بر داشت. مجبور نیستید که از صفر آغاز کنید. ممکن است کسی بپرسد که چرا برای یافتن یک شغل و حفظ آن این همه زحمت را کشید؟ جوابی ساده دارد. درست انجام دادن کارها هرگز مشکلی ایجاد نمی کند. برنامه‌ای که این مادر برای فرزندش تهیه کرد به او کمک نمود تا او به شغل موردی نظرش برسد. در واقع این پسر در همان نخستین صحبت کارجویی خود به کار دعوت شد. از آن گذشته مطلبی که بیش از حد اهمیت دارد این بود که پسر مجبور نشد که از صفر آغاز کند. او به جای اینکه از پایین ترین رده سازمانی آغاز کند، از سطح مدیریتی میانه با مزد سطح مدیران آغاز کرد. آیا هنوز میپرسید که چرا این همه زحمت را باید به خود روا دید؟ آغاز کردن از پایین ترین رده سازمان و بالا رفتن در این زینه ها به نظر ساده میرسد، اما مسئله اینجاست که بسیاری از کسان
که از پایین ترین رده سازمان آغاز می کنند هرگز آنقدر رشد نمی کنند که دیگران به هنر و زیرکی آنها پی ببرند و به همین دلیل در رده پایینی سازمانی باقی می مانند. از طرف دیگر بدانید که چشمانداز شغلی در رده‌های پایین سازمانی آنقدرها دلگرم کننده و روشن نیست. اشتیاق را در شخص می کشد وقتی از پایین ترین رده‌های سازمانی آغاز می کنیم، چنان اسیر کارهای یک نواخت می شویم که هرگز به ذهن ما نمی رسد که می توانیم آن را کنار بگذاریم. به همین دلیل است که می گوییم بهتر است به جای آغاز کردن از قعر سازمان از یک دوزینه بالاتر آغاز کنیم. وقتی در رده‌های بالاتر قرار می گیریم پیشرفت دیگران را می بینیم، فرصت‌های مناسب را درک می کنیم و از آنها استفاده می نماییم. از نارضایی به سود خود استفاده کنید. دین گاوپین نمونه جالب است که می توانیم به او اشاره کنیم. وقتی دین گاوپین در کالج درس می خواند، مدیر تیم فوتبال بسیار مشهوری ناتردام بود. او کالج را در زمانی نامناسب به پایان رساند. حدود دهه سال 1930 بود. در شرایط کسادی عظیم پیدا کردن شغل بسیار دشوار بود. او توانست بر اساس دریافت کمیسیه به کار فروش گوشک الکتریکی اقدام کند. هر کس می توانست چنین کار بکند و این را گاوپین به خوبی می دانست. اما همین موقعیت درهای فرصتی مناسب را برای او گشاد. تقریباً 2 سال تمام او به کار ادامه داد که به آن راغب نبود و اگر برای این نارضایتی خود کار صورت نداده بود هرگز نمی توانست خود را از شر آن خلاص کند. او ابتدا تصمیم گرفت که در مقام دستیاری مدیر فروش شرکتش سرگرم کار شود. در گرفتن این شغل موفق شد. همین یک قدم حرکت به سمت بالا او را به اندازه ترفیع داد که بتواند از فرصت‌های مناسب دیگر که وجود داشتند با خبر گردد. او در جای قرار گرفت که فرصت مناسب هم می‌توانست او را بیابد. دین گاوپین در کار فروش گوشک به قدر موفق شد که جناب اندریوس مدیر اجرایی شرکت دیکتوگراف پروداکتس که در واقع رقیب شرکتی بود که گاوپین در آن کار میکرد قصد کرد اطلاعاتی را درباره او که شرکت دیکتوگراف را از بسیار مشتریانش محروم ساخته بود به دست آورد. اندریوس دین گاوپین را به همکاری دعوت کرد و در همان نخستین جلسه گفتگو گاوپین مدیر فروش شرکت او شد. جناب اندریوس برای آزمودن توانایی‌های گاوپین به مدت 3 ماه به فلوریدا رفت و به گاوپین فرصت داد تا در کار نو خود غرق شود. اما او غرق نشد. او در این کار به اندازه موفق گردید که به مقام معاون مدیر اجرایی شرکت انتخاب شد و این کار بود که کم کسی با تجربه کمتر از 10 سال می توانست به آن دست یابد. اما گاوپین در مدت کمی بیش از 6 ماه به این نائل آمده بود. نکته مهمی که می خواهم به آن تاکید کنم این است که اگر بخواهیم می توانیم به مناسبت بالا و مسئولیت‌های درخور توجه برسیم، همان طور که می توانیم در صورت تمایل در قعر سازمان خود باقی بمانیم.